کرده. این ساعتی است که زیاد چرا صورت گرفته، بوتکنی هم صورت گرفته و این ساعت که باز دوباره شو انشالله باز اینم دیگه باز قرق رشد میکنه. قرق میشه. پس رشد میکنه دیگه کسی. از تجربه شما چند سالی نگهداری شد که پس فقط بوتای که از بین رفته؟ 2 سال 3 سال که کسی دیس نزنه. پس با تخم میای، علف با تخم میای، همه چیز کلان میشه. این از همه مهمتر اینجا قروق زیاد ضرورت است. قروق که گوسفند نه ولی اینو دیگه ختمه. گوسفند که نه دیگه کسی اینجا با تجاوز نمیکنه. دیگه چی بیای بزنه. باز گوسفند کجا بره وقتی که اینجا نبیه؟ این منطقه سایه بسیار کلانه دیگه. اگر میشه که یک سایه قروق کنه، یک سایه دیگه میشه که گوسفندا برو تا این شکل اینجا تناوبی چرا را شما که گفتیم پیشتر حساب که دو رفت دیگه ما که متصل بنجوری است. او گفت که یک هفته بعد اینجا و یک هفته اونجا این تگمان چیزا گفته. یک قسم میکنه داره. گرمی که شو سال که خوب بیای گرمی میشه. فقط اینجا بند است. خونو کسانو برفور که دیدید آن اوی شما حرکت نکرده. بعد اینجا گرمی کنه یک روز بعد اینجا بیای این منطقه نمیشه که یارو ما اینجا نمیدیم اینجا تو وقتی تو لخ هیچ چیز نداشت. این بوتا زیاد میشه تنوز سرد است و کلان نشده. نه کلان نشده زیاد حرکت نکرده. سخت نشده. تا دفعه دیگه که میایم ان شاء الله مکمل ثبت میشه. خیلی این قسمت های دیگه که میبینی اینجا مردم بذر کردن گندم کشت کرده باشه ایران این گندم کشت کرده دیگه برن دیگه میره این طرف این مناطق کلا مربوط شما میشن؟ زیاد ما تان هیچی منطقه نگشتیم اینجا منطقه بسیار کلان است تو طرف زیاده اما راه موتر نداره تا به قریه که موتر بیاید دیگه باید مگه موتورسیکل راه سایکل داره. از این قریه شما با ولایت غور چقدر فاصله میباشد توسط موتورسیکل؟ 12 کیلومتر راه 12 کیلومتر موتر نیم ساعت یا بیشتر 40 دقیقه میره با سیکل که کم 20 دقیقه. شما در موتور شخصی میرین که کرایه اگه بیاین چند میرین؟ کرایه 50 روپیه. 50 در موتور. در موتور موتور کس در بس بیا چند میگیره بس؟ در بس هم دیگه فرق میکنه اگه موتور خود بگیرید 500 600 باز موتورهای لوکستر 1000 لوکستر 2000 با فرق میکنه موتورها.